ما از هیچ چیز باک نداریم، نه باک داریم که شرق ما را یک وقت اشخاص مثلا غیر آزادی طلب یا دیکتاتور حساب بکند، نه باک از این داریم که غربی همچی چیزی بکند. البته منافعشون که در معرض خطر است باید همه تهمت ها را به ما بزنند و ما همه تهمت ها را هم قبول میکنیم. نه خیر، ما هر چی اونا میگن بسیار خوب، اما ما مسیر خودمون را طی میکنیم. نوک پیکان حمله رسانه‌های غربی متوجه امام بود. به خصوص رسانه‌های آمریکایی و اروپایی سعی فراوان کردند تا شخصیت او را مشوه و لوث جلوه دهند. در یکی از فیلم‌های مستند که در مورد امام خمینی ساختند، عکس او را کنار عبارت مشهور تروریسم تقدسگرا قرار دادند. ما مطمئنیم که سقوط و فروپاشی یک دولت موافق با اروپا و موافق با آمریکا که همان دولت شاه بود سبب خواهد شد که عربستان سعودی، کویت و کشورهای دیگر نیز ناامن شوند. در حال حاضر مشکل اساسی ما فعلا این است که از فروپاشی خاورمیانه جلوگیری کنیم. اونها میگن که در حبس ها شکنجه های قرون وسطایی نمیدونم چی، البته امریکا باید اینا بگد. امریکایی که دنیا را داره شکنجه میکند، امریکایی که به همون شکنجه های بدتر از قرون وسطایی دارد دنیا را از بین میبرد و همینطور شوروی، اون وقت میگن که در ایران حد الهی جاری میکنند، کارهای قرون وسطایی میکنند. اینها اسلام را قرون وسطایی میدونند.